من صفات کسایی را براتون میگم که اعتماد به نفس مثبت دارن. ببینید چند تاش در وجودتان است. اونایی که نیست نگویی وای را ندارم. خیر، از امروز امور تمرین کن. خصوصیت خداوند متعال بر ما داده با تمرین کردن اصلاح میشه. ما شما یک روز راه رفتن یاد نداشتیم، امروز شکر راه میریم. یک روز الف ب یاد نداشتیم، نان پاپا میگفتیم، ولی امروز شکر کل چیز جور شده. با تمرین کردن این صفات هم جور میشه. اولین گپی است که آدمی که اعتماد به نفس داره دنیا رو یک گلستان میبینه. دنیا به نظرش خوب است که بعضی خارها گل داره. بله، مردم خوب است، یگام تا آدمای بد پیدا میشه. اگه احتیاط کنیم خار ما را سیب زده نمیتونه. اگه ما متوجه زندگی خود باشیم، ما دانش خود بلند ببریم، ما خدا انسان آقا میسازیم، کسی بر ما صدمه نمیرسونه. اما کسی که اعتماد به نفسش منفی چیمونا دنیا رو خارستان میبینه، یگام تا گل دبینش است. یعنی تا کتش گپ میده نه مردم چندان مردم نیست، شرایط جور شدنی نیست، کلیگی بد است. وقتی میبینین یک کسی کل چیز بد دیده میره، بفهمین اعتماد به نفسش منفی است. و اگه خدای ناخواسته خودت هم ذهنک مبارکت خراب شده، این اصلاح بساز. عیف نکرده که تو در اینجا کلی چیز بد ببینی. ما و شما افغان عادت داریم اهل خانه را صافی کو، اهل کلکین صافی کو، اهل جمعه آمد خانه تکانی سالید. اما یک روز نمیکنیم یک ذهن تکانی کنیم. جایی که به صافی و پاککاری کار داره مغز ماست. شیشای ما سعیز پاک است، اما بوی مغز ما برآمده، تعفن مغز ما پاکش نمیکنیم. جایی را که باید پاککاری کنیم، جایی را که باید مرداریاش پاک کنیم، اومد مرداریا چی است در ذهن ما؟ کینه نداریم، دشمنی نداریم، تقلب نمیکنیم، دروغ نمیگیم، وقتی هیچ چیزا حسد نمیکنیم، بخیلی نمیکنیم. اگر میکنیم خیر اینا را قرار است پاک کنیم. خانه ما خیر کونه باشه، ولی بعد وقتی است که ذهن ما کونه باشه، وقتی ذهن ما منفی باشه، این بسیار بد است.